به نام خدا. سلام، علی محمودی هستم در سایت تناسب اندام. امروز میخوام راجع به یک سوالی که ذهن خیلی از عزیزان رو درگیر کرده با شما عزیزان صحبت کنم. آن هم دویدن یا پیاده رویه. دوستان عزیز، برای دویدن ما یک سری امکاناتی میخوایم یا یک سری آمادگی میخوایم که باید از قبل به اون عادت کرده باشیم و آمادگی این کار رو داشته باشیم و برای بدن ما زیاد مناسب نیست. اما پیاده روی صدها یا حتی میلیون ساله که با ما انسان‌ها بوده و بدن ما به اون عادت داره. به شما عزیزان میخوام بگم که پیاده روی خیلی خیلی برای بدن ما حیاتی و مفید هستش. یعنی ما این کار رو به راحتی در هر مکانی، در هر محیطی که هستیم میتونیم انجام بدیم، به خاطر اینکه پیاده روی برای اینکه بدن ما رو به یه حالت نرمال و یه بدن عالی سلامت برسونه خیلی ضروری و حیاتیه. پیاده روی کردن در روز به مدت نیم ساعت تا 3 رو برای ما خیلی خیلی عالی و مفید هستش. پیاده روی که فقط برای اون بذاریم وقتمون رو، پیاده روی که یعنی مدام در حال این باشه دست پامون حرکت کنه. دوستان من، ما 360 مفصل در بدن داریم که 100 تاش تو ستون فقراتمونه. با هیچ ورزشی، با هیچ تحرکی اون ستون فقرات ما، مفاصل ما ورزیده نمیشه مگر اینکه با پیاده روی درست، یعنی دستها و پاها حرکت کنن. یعنی اینکه ما سر ما نقطه A قرار بدیم و میانی رو B قرار بدیم و حرکت لگنمون رو C قرار بدیم، یه حالت فنریت تو بدن ما ایجاد میشه و این ضربه هایی که به بدن ما ایجاد میکنه، به مغز ما میرسه، سیگنال های مغز ما بهتر فعال میشن و بیشتر کار میکنن و راحت تر در مورد مسائل و مشکلات تصمیم میگیریم. گاهن شنیدین که میگین امروز حالمون خوب نیست، بریم یه قدمی بزنیم بدن ما یه حالمون خوب بشه یا سرحال تر بشیم. برای هممون پیش اومده. این درسته دوستان عزیز، پیاده روی خیلی برای ما مفیده. پیاده روی که برای پیاده روی باشه، نه اینکه خیلی ها پیش میاد که موبایل دستشون میگیرن میگن من یک ساعت راه رفتم، من نیم ساعت راه رفتم، یا رفتم فروشگاه دارن خرید میکنم، نگاه میکنن میگن من 2000 قدم، 3000 قدم، 6000 قدم زدم امروز. نه دوستان من، پیاده روی که فقط برای پیاده روی باشه. میتونین یه آهنگی، یه موزیک لایتی برای خودتون بذارین، یا موضوعاتی که مرتبط با کارتونه، با شرایط تحصیلیتونه، برای شما یه مسئله هستش و میخواین حلش کنین، من به شما پیشنهاد میکنم که توی به صورت یه وایسی، به صورت یه PDF چیزی در بیارین که بذارین توی گوشتون و تو اون زمانی که پیاده روی میکنین بهش گوش بدین. بهتون قول میدم که راحت‌تر اون مطالب رو جذب میکنین و راحت‌تر اون مطالب رو میگیرین و حالتون هم خیلی خوب میشه. دوستان عزیز، ما برای دویدن آداپته نشدیم. دویدن اکسیژن زیادی برای ما میخواد و این حالت اکسیژن زیاد خواستن، من نمیخوام از افعال علمی استفاده کنم یا از چیزای علمی بگم که همه رو درگیر کنم، خیلی عامیانه بگم. زمانی که به نفس میافتیم ضربان قلبمون میره بالا، ما هورمون کورتیزول یا همون هورمون استرس، اون هورمون ناراحتی رو ترشح میکنیم و بسیار برای بدنمون ضرره و خیلی ما سعی بکنیم ضربانمون رو بین یه نسبت 80 تا 120 نگه داریم. البته تو سنهای مختلف این متغیره، ولی حالت هن و هن نیفتیم. این حالت هن و هن به خودمون آرامش بدیم، خودمون رو بیاریم پایین و سعی کنیم اکسیژن کمتری رو بخوایم یا حتی نفسهای عمیقی بکشیم، چندین بار نفس عمیق بکشیم، نگه داریم چند ثانیه، بعد به آرامی نفسمون رو رها کنیم. این خیلی برای ریه‌هامون و حتی برای بدنمون مفیده. یه تغذیه سالم داشتن، یه تغذیه مناسب داشتن با پیاده روی نیم ساعت 3 در روز، من به شما عزیزان قول میدم هم به سلامتی و هم به یک وزن ایدئال برسین. اگر از این مطالب خوشتون اومد و اگر دوست داشتین، حتما ما رو در سایت دنبال کنید. ما در سایت مطالب خیلی ارزشمند و مفیدی برای شما عزیزان تهیه دیدیم. خدا نگهدار.